به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت یکایی که تمامی بینندگان و دوستداران وارش اسپورت. در خدمت آقای اکبر میساقیان هستیم، سرمربی با تجربه تیم داماش گیلان. آقای میساقیان، با توجه به اتمام و تمرین خدمت شما خسته نباشید عرض می‌کنم. یه سلام علیکی داشته باشید، ما سوالاتمون شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت صدام در نمیاد، داد کشیدم. تمام طرفدارای پرشور و پرهیجان با معرفت داماش. دم شما گرم. من سوال اول کوتاه بپرسم. روند آماده سازی تیم به چگونه است؟ آیا ما در کادر فنی تغییراتی خواهیم داشت؟ کسی اضافه خواهد شد؟ آیا اردوی آماده سازی یا بازی تدارکاتی در آینده قبل از مسابقات تا 10 مهر خواهیم داشت یا خیر؟ ما خب روند آماده سازی که دیگه اصلا وقتی نبوده. ما امروز یه تمرین با هم تازه بچه‌ها اومدن با هم چف شدیم و تیم رو سرشک گرفت که تشریفشون دیدین. امروز مثلا دیدی که هنوز اتفاقی نیفتاده. ما آمادگیه که بریم بدنسازی کنیم و نه زمان داریم مثل بقیه تیم‌ها. ما باید با همین بازی بریم تهران یا همینجا بازی کنیم، با 4-5 بازی تیم رو با بازی برسونیم. مربیان ما تا میتونم که بودم مربی نمیارم از بیرون، بچه‌ها اینجا باشن که بیان هم یاد بگیرن هم کمک کنن. من تلاش کنم که بچه‌ها اینجا باشن. الان من یه آقای صداقت بودم که مربی خوب لیگ برتر بود. من اینجا خودم باشم تا به بچه‌های مربیای این شهر با هم میدیم که بیان، شاید اونا بیان کار کنن، کمک کنن، همینطوری بیهوده نباشه. من مطمئنم که اینا علاقه‌مندن میان کار یاد بگیرن، در واقع ان شاء الله میتونن با همینا موفق. خیلی ممنون. سوال دوم، بازیکن‌هایی که به تیم اضافه میشن تکلیفشون هنوز به طور کامل مشخصه. چه بازیکن‌هایی قطعاً به تیم اضافه شدن یا چون 8 تا بودن تمدیدشون به جز سهمیه بزرگسال و سهمیه غیر بزرگسالمون 8 تا تمدیدی بودن فکر کنم از فصل قبل داشتیم. چند تا بازیکن اضافه میشن به ترکیب تیم؟ ما تیممون به 18 نفر رسیدیم. یکی 2 نفر دیگه جا داریم که بازیکن بیاریم. الان تیم تکمیلی داریم ما. اگر فقط به ترس اینه که چون آماده سازیمون کم باشه که ضرب نخوریم، از این میترسم که چون آمادگی جسمانی تو کار بدنی نکردن، بدنساز موقع نداشتن کار. مثلا دیدی که من اومدم 5 تا بازیکن بود که قرار بود من توشون بردارم. یعنی من اصلا دست بالم بسته شد، من تو خواستم اونا رو بردارم انتخاب کنم، اگر رو بیرون بیارم. یعنی من کل این کارو 48 ساعت انجام دادم. یعنی هم تیم بستم، هم اون تیم قبلی رو الگ کردم، هم یار آوردم. الان ما 18 یا 19 نفر هستیم. دو نفر دیگه بیاریم، دنبالیم که فرصتی باشه که یارای بهتری بیاریم، ولی خیلی سخته. یارا همه رفتن، یارایی که میخوام بیاریم. ولی ما الان یارایی که آوردیم واقعا با تجربه، مثل آقای خیری، مثل آقای سعید دلاور، مثل آقای مصطفی، مثل آقای جمشید میرزایی، مثل میلاد که اینجا بوده، میلاد صفایی، مثل اون درفشی که یکی از نصرالله درفشی، یکی مثل مقداد اکبرخواه خودش تیم بالا آوردن. این آقای صالحی، ما الیاس پارس بالا آورده. یعنی ما 5 بازیکن که آوردم اونا پارسال تیم بالا آوردن. هر کدوم 7 گل زدن. اینا موندن، گفتن شما بمونید. بخاطر من یه زمانی کوتاهی موندن، میان سر تیم اومدن. من مطمئنم اینا کار در میارن و ان شاء الله خدا ما کمک کنه که با این زمانی کمی که داشتیم فقط بریم بازی کنیم، تیم هم گیر نمیاد. این باش بازی کنیم، نه اینجا نه بیرون. میگم با فلان تیم بازی نکن دعوا میشه. آقا دعوا بشه چه داره؟ میگم با فلان تیم بازی بکن، اینا بهترن. بعد ما مجبوریم که بریم تهران، مثلا با تیمای با نساجی با متحری. پس این اردوی آماده سازی تهران داریم فقط. تیم گیر آوردیم. اون نساجی با هوادارم تو کنم درست بشه. همین دو تیم بازی با پرسپولیس بازی کنیم. آقای ایوب ما قبلا تیم‌ها رو برای بازی تدارکاتی انتخاب کردیم، ولی منتظریم که چه اتفاقی میفته. سوال آخرم خستتون کردم، بفرمایید که تکلیف دروازه‌بان یا اصطلاحاً گلرامون چی خواهد بود؟ 8 نفر بیان تا شنبه معلوم میشه کدوم‌ها هستن کدوم‌ها نیستن. اینا رو بگیرید تهران بریم بازی کنیم و تو تیمایی که مثل پرسپولیس و مثل نساجی و با هوادار تیمون کمی شجاع‌تر میشه، تاش میرسه. واقعا خب الان ما هدفمون فوتبال بازی کردن. ما دیدیم که حتی این چمن‌ها خرابه، ما می‌خوایم بازی فوتبال کنیم از عقب. شرایط آماده سازی مسابقات قرار بگیره، شرایط مسابقاتی داشته باشیم. همین که می‌خوام که من مطمئنم که تیم خوبی خواهیم داشت. مجموعه خیلی خوبی شدیم. الان تیممون شکل گرفته، یه نظم انضباطی حاکم شد تیم ما. کسی نمیتونه دیگه از بیرون یا تو تیم ما یه خبر ببره، یه خبر بیاره. هر کسی باشه کش بذاره با من طرفه، حتما از تیم اخراج میشه. اصلا شرایط طوریه که اصلا نمیذاریم که غیر از برافه باشگاه و تماشاگرها چیزی نباشه. من همیشه پشت تماشاگر گفتم داماش فقط تماشاگر داره دیگه هیچ چیزی نداره.
تموم شد. این رو راست تموم شد.